کنین زنی که اگر شوهرش اطاعت میکند، طلب مغفرت میکند از برای او کی طلب مغفرت؟ الطیر فی الهوا. همین آسمان در کبوترایی که میبینین، آسمان در گنجشکایی که میبینین، همین آسمان در هر پرنده‌ای که نباشد، حبیب خدا میگد اونها دعا میکنن که خدایا مغفرت کن همون زنی را که شوهرش اطاعت میکند. بین پرنده های آسمان برای که زنی که شوهر اطاعت میکند طلب مغفرت میکند. باز که والحیتان فی الماء، برادرای عزیز، این هزل نیست، این افسانه نیست. در بحر چند عدد ماهی است؟ ببین میلیارد ماهی در زیر بحرها وجود دارد. حبیب خدا گفت همه ماهی ها در دعاشون دعا میکنه در حق زنی که اطاعت کننده شوهر است. میگوید خدایا مغفرتش کن.